ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس یا محفل تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. 30 شب با هم از قرآن و مترجمان قرآن، از قرآن و باطنان قرآن گفتیم. 30 شب با هم خندیدیم، گریه کردیم و سر سفره‌ای نشستیم که برکات و رحمات و نعماتش تمومی نداره. 30 شب با هم از اولیاء خدا حرف زدیم. 30 شب کنار هم نفس کشیدیم، نفس تازه کردیم. 30 شب صفا کردیم. همیشه خداحافظی سخته، همیشه وداع تلخه. این فرمایش امام سجاده: خدا حافظ ای ماهی که دلها در اون ماه به هم رقیق شده بود. خدا حافظ ای ماهی که بزرگ بودی برای مؤمنان. فرازهای دعای وداع امام سجاد همه با سلام تقریبا شروع میشه. این سلام ها سلام های خداحافظیه. السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو ای ماه بزرگ خدا. چه رفیق خوبی بودی، چه انیس و شفیق خوبی بودی. و حالا وقتی ماه مبارک داره به نفسهای آخر و ثانیه‌های آخر میرسه، ما در حالی، این فرمایش معصومه، ما در حالی با تو وداع میکنیم که ناراحتیم از این که ماه به این خوبی داره میره، داره تموم میشه. پس از ما راضی باش، چون خیلی بدبخت آدمی مثل من اگه ماه رمضان ازش بگذره و خدا ازش نگذره. محفل قراری بود نه فقط برای یک ملت، نه فقط برای یک ایران، بلکه برای همه مسلمونا تو اقصا نقاط کشورهای اسلامی. محفل به ما یاد داد میشه از قرآن و اهل بیت حرف زد و خندید، میشه سر این سفره نشست و با نشاط بود. محفل به ما نشون داد قرآنیا اخمو نیستن، میگن، میشنفن، میخندن، گریه میکنن. محفل ثابت کرد که با قرآن زندگی کردن یعنی سعادتمند بودن، یعنی خوشبخت بودن. محفل نشون داد که حقیقتاً اگر کسی دستش تو دست قرآن و اهل بیت باشه عاقبت به خیره. وداع سخته میدونم، ولی چاره ای نیست، این تقدیره. ما دوست نداریم ما رمضان تموم بشه، ما دوست نداریم این لحظات تموم بشه، اما باید با ما رمضان خداحافظی کنیم به این امید که ماه مبارک از ما راضی باشه. من یه کار دارم برم بالا. بفرمایید. خب یه جمله بگین دیگه، شب آخره، فکر کنین که حرف پایانی میخوایم بزنیم. آقای قاسمیان بفرمایید. من داره دلم میگیره واقعا، از هم اینکه این برنامه داره تموم میشه و با اینکه خیلی فشار روی همه ما زیاد بود، یعنی اصلا زندگیون تو این 20 روز به هم ریخت، ولی از اینکه داره کل برنامه تموم میشه و ماه مبارک رمضان داره تموم میشه، واقعا دلمون داره میگیره. حامد جان چی بگم والا، انشالله که این ماه رمضان آخرمون نباشه. مادامی که زنده هستیم با قرآن باشیم، مادامی که زنده هستیم نفس بکشیم برای قرآن، برای تلاوت قرآن. و اینو برای خودم میگم، بالاخره مرگ حقه. دوست دارم
حین تلاوت قرآن از دنیا ای بره. جان از این ماه، از این محفل اینو خواستی؟ اینو خواستم. آره، ای والله. آرزوی همه ماست پای رحل قرآن. پای رحل قرآن باشی. تفضل استاذ رضوان. هذا يعني الوقت الذي قضيناه أحسست أنني في عالم آخر. يعني أنا أقول كيف سأرجع إلى عالمي العادي طبيعي. هذا يعني اجتمعت مع أهل القرآن، مع أحباب آل النبي صلى الله عليه وآله. رأيت هذا الحماس من الجمهور، رأيت هذه يعني قرأت تلك الرسائل من الشعوب عن هذا المحفل الذي ملأ أركان الدنيا. كيف سننهي أستاذ؟ يعني أرجوك مدد رمضان، هل يمكن يتمدد رمضان لنعيش يوما آخر؟ مو ممكن. حياكم الله حياكم الله حياكم الله. استاد ابوالقاسمی یه لحظه صبر کنید. من خواستم بچهای صندلی بیارن که این هدیه حسنین عزیزم رو صندلی بذاریم، بعد شما راحت صحبت کنین. حسنین جان هم اینجا هست. عرضم اینه که من 56 سالمه و شاید بعضی بگن آقا چرا میخوای بخونی؟ بس دیگه بذار جوونا بخونن. من واقعا به یه امید سعی کردم صدامون نگه دارم. برای صدا از سن 40 که عبور میکنه دیگه یواش یواش تمام قدرتاش گرفته میشه، سخت میشه باهاش خوندن. اما یه آرزویی داشتم، سعی کردم خودمو برای اون آرزو حفظ بکنم و اینی که امیدوارم در اون ابتدای حکومت حضرت مهدی سلام الله علیه من اون قاری باشم که افتتاح اون جلسه رو انجام بدم. به این امید واقعا دارم تلاش میکنم و هر روز با خودم چک میکنم که مواظب باشین. توفیق رو دستم انشاءالله. ممنونم سیدنا. اول اون جمله پایانی رو بگو، بعد بقیه کار. من از همه مردم عزیز ایران تشکر میکنم که واقعا به ما انرژی دادن که محفل سری دوم رو تهیه کنیم و در نتیجه ضبط کنیم و براشون پخش کنیم. این همش از دعای خیر مردم عزیز ایران و کل کشورهایی که دیدن. آرزوم این هست که آخرین لحظه عمرم یا در مناره حرم امام حسین باشم و آخرین تلاوتم یا اذانم باشه و اونجا خاتمت عمری باشه، یا اینکه من و حامد واقعا اینو میگم، یا من و حامد آخرین عمرمون انتهای عمرمون شهید باشیم. انشاءالله. انشاءالله. ممنونم حسین. ممنون. خب با هم در کنار هم منم عرض کردم واقعا آرزوی همه ما این است که روزهامون، نمازهامون، عباداتمون، تفسیرمون، کارامون متصل بشه به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که اونجا بارانداز همه عالمه که ایانه مرساها، اونجا لنگرگاهیه که عالم از این تب و تاب خارج میشه. همه ما فکر میکنم منتظر اون روز هستیم و برای اون روز داریم تلاش میکنیم انشاءالله. من یه جمله عرض میکنم، اگر از من دوباره بپرسن اگر برگرده بخواید شروع کنی احتمال داره راه دیگه رو انتخاب کنیم، میگم نه. من به کار هیچ کس تو عمرم غبطه نخوردم، به کار هیچ کس. فقط یه غبطه خوردم که چرا اون اول که وقتم بیشتر بود قرآن رو از اول حفظ نکردم. این غبطه منه و اگر دوباره برگردم حتما این کارو میکنم، ولی همین مسیر رو ادامه میدم. بهترین مسیری که واقعا توش هیچ پشیمونی نیست. احسن. ما در خدمت شما هستیم. این هم سلام تولیت عتبه به همه عزیزان و خصوصا اساتیدی که در برنامه بودن و استادمون و عزیزمون استاد رسالت بوزری. من با استاد رسالت بوزری شروع میکنم. بیستین این سرود خدام آستان مقدس حضرت ابوالفضل. دست راستتون. تذل المنايا ولا تستكي أبا الفضل يا فارس الليالي. تذل المنايا ولا تستكي فأنت الحسام وأنت اللواء
وأنت الثبات وأنت الإباء، فأنت الحسام وأنت اللواء، وأنت الثبات وأنت الإباء، وقد كنت جيش الفداء للحسين، وقد كنت جيش الفداء للحسين. اما هدیه‌ای که خیلی ویژه هست، هدیه‌ای که خیلی ویژه هست من به حاج آقا میدم که به نمایندگی عتبه به برنامه محفل ایشون خودشون با آقای بوزری تحویل بدن. ممکنه هدیه نکنم به میشه اول توضیح بدین راجبش؟ بله مردم اگه ببینن میفهمن دیگه. من امانت دار خوبی نیستم دیگه، به کسی نمیدم. فکر نکنم این دیگه چیز دیگه است. حالا من شما اینو باز کن تا توضیح بدم، من یه جمله بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این پرچم کجاست؟ پرچم قبه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. این پرچمی که بر سر بام حریم توست، راه بهشت را به محبان نشان دهد. خیلی ازت ممنونم. من اینو بگم سال گذشته یه همچین بیرقی رو در شب پایانی ماه مبارک سید حسنین عزیز تقدیم کرد به برنامه محفل. ما اون پرچم رو و اون بیرق رو فرستادیم به استرالیا و در یک مزایده‌ای برای ساخت مدارس شیعی و دینی اون بیرق رو شرکت دادیم و با اون بیرق متبرک الان چندین مدرسه شیعی در استرالیا ساخته شده و این برکت نام مبارک قمر منیر بنی هاشمه، برکت نام مبارک کسی است که امام حسین به او پناهنده شد. عذری اون قصیده معروف یوما ابوالفضل استجار به الهدی، تو خواب دید این قصیده رو داره می نویسه و به این مصرع رسید: روزی که امام حسین پناهنده به ابوالفضل شد. با خودش گفت چی گفتم؟ مگه میشه همچین چیزی؟ تو عالم رویا سید الشهدا بهش فرمود راست گفتی، من به برادرم پناه. حالا نه تنها سید الشهدا پناه برده به قمر منیر بنی هاشم، همه عالم زیر این بیرقن. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، آی آقایی که غم رو از چهره برادر زدودی، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین. به پیشگاه قمر منیر بنی هاشم صلوات بفرستید. سلام محمد. شما بازش میکنید. به 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 به. خودتون رو تو حرم آقا قمر منیر بنی هاشم حس کنید. سرود خدام عتبه عباسی هم داره پخش میشه. حس کنیم که تو حرمشیم وقتی این بیرق اینجاست و همه با هم زائر باشیم. بسم الله. أبا الفضل يا فارس الليالي تذل المنايا ولا تستكي. أبا الفضل يا فارس الليالي تذل المنايا ولا تستكي. فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء. فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء. وقد كنت جيش الفداء للحسين. وقد كنت جيش الفداء للحسين.
خروش رود و دریا یا ابوالفضل، خروش رود و دریا یا پناه اهل دنیا یا به حق دستهایی که قلم شد بگیر این دستها را یا به پیشگاهش صلوات بفرستید. متشکرم. و من اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله.